غمگیر کند فلک به ناکامی من، دوران خندد به به سرانجامی من. صد سال اگر فلک بشوید نرود در سینه قلب و نقش بدنامی من. صد سال اگر فلک بشوید نرود در سینه قلب و نقش بدنامی من، در سینه قلب و نقش بدنامی من. در خوبی و دلبری بودی من دیگری، یک نادیر لطیف و گل برگی تری، که شیرین سخن و شکر لب و پیسته دهان یاره. خوش منظر و خوش خیرام در جلوه‌گری، خوش منظر و خوش خیرام در جلوه‌گری، خوش منظر و خوش خیرام در جلوه‌گری. من بادی سبا میرنجد، گل جدا لاله جدا سر جدا میرنجد. خانه آگی بچه من بادی سبا میرنجد، گل جدا لاله جدا سر جدا میرنجد. من شنیدم به لبت خالی سیاغه داری، من شنیدم به لبت خالی سیاغه داری. نرسیده به لبت خالی سیاه میرنجد، نرسیده به لبت خالی سیاه میرنجد. خانه آقی بچه من بادی سبا میرنجد، گل جدا لاله جدا سر جدا میرنجد. اینقدر دور مرو یک نظر گشته ببین، اینقدر دور مرو یک نظر گشته ببین. دلی عاشق من شکن از تو خدا میرنجم، دلی عاشق من شکن از تو خدا میرنجم. خانه آقی بچه من بادی سبا میرنجم، گل جدا لاله جدا سر جدا میرنجم، گل جدا لاله جدا سر جدا میرنجم، گل جدا لاله جدا سر جدا میرنجم. درود عرض میکنیم دوستان ارجمند، برنامه فضا است و در برنامه امروزه ما دو نفر جوان آوازخوانان انسمبل فلک شهری کلاب حضور دارند. یکی
رومیش علی جاد و سعید جمالی سعید مختار که آوازخوانان جوان هستند در انسامبل مذکور و نوابسته به سن سال جوانی خود الکی شناخته هستند در منطقه کلاب و مخلصان خود را دارند. حضور شما را به برنامه فضا خیر مقدم میگویم. واقعا برنامه ما با یک ترانه شوخ آغاز گردید. صداتون خسته نباشد. و شما خط کرده کالج صنعت در شهر کلاب در شهر کلاب و تا در دانشکده صنعتی بنام میرزا ترسونزاده خوانده ایستادم. در کورس چند؟ کورس 4. تشکر زیاد. اصلا شما رو در جاده صنعت عموما در جاده آوازخوانی کی راهنمایی میکنند؟ از استادانی که در مثلا دانشکده هستند، در کالج هستند و اون نفرانی که امروز در مثلا انسامبل فلک فعالیت میکنند، بیشتر کی با شما نزدیکتر است؟ در همکاری در کارخانه همراه استاد ارزویف رهبر موسیقی انسامبل است، کار و فعالیت میکنیم در یک جایگی. کدام سال به کالج صنعت داخل شده؟ سال 2015 داخل شدم. تا جایی که میدونم پیش از اونی که به کالج صنعت داخل شوید قبلا در کالج تیبی نیز تحصیل کرده. بله، سال 2007 سال بود. ختم کردید اونجا رو؟ سال 2007 در کالج تیبی شهر کلاب با اونجا داخل شدم. سال 2010 کالج تیبی رو ختم نمودم. خب چرا ساحه تیب رو ادامه ندادید؟ اومدید و ساحه صنعت؟ این خواهش کودکی شما بود؟ از خردسالی با همین سرود و موسیقی شوق رغبت زیاد داشتم و خواهش پدر مادر بود که من با کالج تیبی داخل شوم. لیکن من همین روی صنعت انتخاب کردم و پدرم هم صنعتکار بودن. امروز راضی هستن از کاری که شما کردن مثلا؟ بله راضی. بعد جدای صنعت آمده امروز کسبی اولیه خود در ساحه تیپ فعالیت میکنید؟ مثلا در خانه سوزندار و گذروندن این کارا کاری هم بلد هستی؟ میتونید. تشکر. نفر دیگری که در برنامه ما حضور دارند سعید جمالی سعید مختار هستند. ایشان نیز ختم کرده کالج صنعت و بعدتر کنسراتور ملی اشتراکچی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هستند. سال قبلی چرا کردید؟ قبلی جای دوم رو در دور جمهوری. بله. با راهنمایی کی رفتید؟ با راهنمایی کارمندان استادان که در کنار ما کار و فعالیت میکنن دستگیری کردن. آهنگ یک جایگی آهنگ ساختیم در ژانر عنعنوی. بله، در ژانر عنعنوی آهنگ ساختیم. خوشبختانه سزاوار یک جای نمایان گشتیم. در ولایت ختلان جای چندم را گرفتید؟ جای یکم. بله. در جمهوری جای دوم. بله. خب باور داشتید از آن که مثلا میان این همه رقیب‌ها جا میگیره؟ تو دور جمهوری اومدن باور نداشتم، چون که رقیبانم خواندن دیدم، بعد باوری پیدا شد در دل من که شما خوبتر و قوی‌تر از آن که جا میگیریم. خب تشکر زیاد. چی آهنگ پیشنهاد کرده؟ یک آهنگ خلقی بود، تکمیل استاد سلطان عمر علی و بعد از درآمدش فلک سفری. کدام سال به کالج صنعت داخل شده؟ سال 2007 بعد ختم مکتب میانه 2007 به کالج صنعتی شهر کلاب داخل شدم. محض سمتی مثلا ژانر فلک را انتخاب کرده؟ بله. خب چرا؟ چون که من بچه دیهاتی هستم. چی کار میکردید؟ بلندی میبر آمدید در خردسالی از بلندی سرود میخوندید و همه دیه صدای شما را میشنید؟ بله. خب تو هازی هم همسایه ها میگویند که خورد بودی باید دسته مقصد در کاری مقصد خوجگی سرود میخوندی یا آزیرا چرا نمیخونی؟ میگم که آزیرا در تلویزیون میخونم. بهتره. تشکر زیاد. و رامیش باز هم یک ترانه دارد، ترانه مادر گفتید. خب این آهنگش مال کی است؟ آهنگ ارزویف شعر نورعلی ایوبی.
قوی است دیگر سخن ندارد لطفش چنان قوی است دیگر سخن ندارد من سجده می نمایم در پیش پای مادر من سجده می نمایم در پیش پای مادر روز مباد کی به او حرف زنم زی شادی جان و دلم ادایی صدق و صفای مادر روز مباد کی به او حرف زنم زی شادی جان و دلم ادایی صدق و صفای مادر گردد هر آنچه تولید سرشار زندگی است گردد هر آنچه تولید سرشار زندگی است دارد امید تازه در سر هوای دارد امید تازه در سر هوای مادر صد یار جورگی غم صد عشق و عاشقی غم ایواز نمیتوان کرد مهر و وفای مادر صد یار جورگی غم صد عشق و عاشقی غم ایواز نمیتوان کرد مهر و وفای مادر آقامی نجات است او محوری حیات است آقامی نجات است او محوری حیات است روز میرد ایوبی در لب صدای مادر روز میرد ایوبی در لب صدای مادر در لب صدای مادر در لب صدای مادر در لب صدای مادر بار دیگر درود خود را دوستان عزیز نثارتان می‌سازیم. برنامه فضا را ادامه می‌دهیم. مهمان امروز برنامه ما هستند سعید جمالی، سعید مختار و رامیش علی جان، دو نفر جوان از انسمبل فلک شهر کلاب که بار دیگر حضورشان را به برنامه امروز فضا خیر مقدم میگیم. چنانکه که در بالا گفتم سعید جمال اشتراکچی آزمون جمهوری
تاجیکستان وطنی عزیز من است و میخواستم که شما از تجربه‌ای که در این آزمون برداشتید بگویید برای آن نفرانی که در موسم امسال مثلا اشتراک میکنن، هنر خود را میسنجن، با اونها چی توصیه میدید باید بیشتر چگونه تمرین کنن، با کیها مثلا تمرین کنن، چگونه سرودها انتخاب نمایند؟ راستی گپ من اولین سال بود که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردم، بسیار چیزا را نمیدونستم. و مثلا چی ها را نمیدونستید؟ مثلا چگونه سرود مقصد پیشنهاد کردن در کار، شرط برنامه را نخوانده بودم. نظام نامه؟ بله نخوانده بودم چگونه سرود را مقصد پیشنهاد کردن در کار. خیلی کوشش کردیم خیلی در وصف وطن سرود سراییدیم. یعنی هر نفری که در آزمون اشتراک میکند باید سراول از شرط‌های آزمون برخوردار باشد، آگاه باشد. بله، نظام نامه رو مطالعه کند که در آنجا باید چگونه سرود خوان، در کدام ژانر سرود خوان، مثلا چگونه موضوع رو انتخاب کرد. من در دور یکم راستی گپ رفتم سرودی مادر پیشنهاد کردم، از یوری مرا گردوندن مقصد. خب گردوندن که سرود مقصد یعنی سرودی وطن من نمیدونستم. بعد همون در با همراهی انسامبل در همون صحنه سرودی وطن رو سراییدیم مقصد. دوباره زنده سراییدیم. زنده سراییدیم، خوشبختانه خیلی داشتیم. با اون آدمانی که مقصد در همین آزمون اشتراک کردنی هستن، با اون شخصیت‌ها ما گفتنی هم که ما شاعرها مقصد روند یکم شعری نغز رو انتخاب کنن. آهنگای نو باید حتما پیشنهاد شود. شاعرها شعری نو، آهنگی نو، با آهنگسازا هم کاری کنن. آهنگای نو، شعرهای نو، مقصد که تکرار نباشن. اعضای حکمان به شما چگونه توصیه ها میدادن در رفتی آزمون؟ در رفتی آزمون ایراد میگرفتن؟ چگونه ایراد ها بود اصلا؟ راستی گپ در دور جمهوری مرا هیچی نگفتن. رحمت گفتن من از هنه برآمدم. خب در دور ولایتی چگونه بود؟ همین گناهی شد. دور ولایتی یعنی ایراد نگرفتن؟ نه، خوشبختانه نه. خب وقتی که از صحنه می برآمدید مثلا همکاران چی میگفتن؟ میگفتن که در کجا اشتباه خواندید، کجا چگونه بود؟ بله انسانیت به خطا نمیشود. درست. و وقتی که زنده سراییده میشود، وقتی که ترانه زنده میسرایند، فکر میکنم که خواهی نخواهی یک جا اشتباه میشود. مثلا ناجوری در آهنگ میشود، در آواز میشود. و شما گفته در دوره نهایی چی ترانه را خواندن؟ ترانه شعری میشود یک پارچه اش را خواندن؟ بله روایت‌های خلقی بودن. شامی وطنم زی سوق بی بیگانه خوش است، سنگ رقعی او از دور و دردانه خوش است. شهدی بیگانه خوش است، دوغابی وطن زی شهدی بیگانه خوش است. تشکر. در امسال آزمون در مثلا موسم امسال هستند نفرهای دیگری که آمادگی میبینند مخصوصا از انسمبل فلک؟ راستی گپ نیست. یکی دیگر آدما نزد من میآیند که مقصد رفتی آزمون مقصد ما رو بفهمون چگونه است. فلک همکاری میکنن دیگران؟ بله سروداش میارن که مقصد ببینین، امروی استاد قد میبینیم مقصد جوانان زیاد آنالیز میکنیم مقصد که چگونه مقصد تحلیل میکنیم. بله خب تشکر زیاد و فکر میکنم بازم یک ترانه دیگر دارید که امروز پیشنهاد بیننده ما میگردونید. بله. چی ترانه است؟ ترانه از استاد زنده‌یاد عبدالله نظری است. میخوام که پیشکشی
بینندگان گردونم. خب بفرمایید. مرحمت. بلندی که رسم بر ذروه‌ی آن آسان، حال او اقبال سوستم سخت پستی میکند. حال او اقبال سوستم سخت پستی میکند. چشم از غباری مقدمشه، سرمه دارد آرزو چشم از غباری مقدمشه. خاکی پایش را جبینم پیش دستی میکند. خاکی پایش را جبینم پیش دستی میکند. در عشق لیلی نیست اینجا استوار، کی چو مجنون دیگر دوایی هستی میکند. عاجز باشد در طلب شمعی دلیلی موداست. عاجز باشد در طلب شمعی دلیلی موداست. صد درست از مومیا یک دل شکستی میکند. صد درست از مومیا یک دل شکستی میکند. فکری موزونم کنون تغرل در اقلیمی سخنه. حکمی دیوانی و زارت چون مستی میکند. حکمی دیوانی و زارت چون مستی میکند. صد درست از مومیا یک دل شکستی میکند. تشکر. مرحمت. برنامه فضا اصلا یک منبری هست برای آن جوانانی که استعداد دارند و میتوانند برای مردم تاجیک اینجا زنده سرایی کنند و واقعا من فکر میکنم نه هر کس جرأت میکند اینجا آمده ترانه خواند، زیرا که نه هر کس زنده سراییده میتواند. تشکر زیاد سعید جمال. شما در این سمت بیشتر با راه بلدی کی قدم می‌نهید و بیشتر به شما کی توصیه می‌دهد؟ در جده صنعت با من استاد قربانوف عبدالخالق که استاد اولین من است و استاد فیض علی حسنوف که در کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان با من درس گفته
کریم سعدالله، اون کسانی بسیار با من برای من زحمت کشیدن که طول 1 سال موقتی استاد کریم سعدالله برنامه استاد شاگرد رو مقصد پیشکشی بینندگان گردانیدیم. بسیار زحمت کشید برای من. یک در ژانر فلک نیز همین گونه است از استاد شاگردی، یعنی کسب از استاد به شاگرد میگذارد. بله باید یک نفر حالا دیگر باشد استاد آرزوی استاد سلطانوف عمر، همین همکارا با من مقصد چیزی که نمیفهمم با من میفهمونن. شما گفته در دهه و رسیدم بله. و بیشتر مثلا میرفتم در کاری صحرا و با بلندی ها میبرامدم و سرود میخوندم، بعضا وقت آدم ها رو از خواب بیدار میکردم با سرود خوانی. کی در اون وقت و شما توصیه داد که حتما همین سمت رو پیشنهاد کنید؟ من در اون وقت راستی در مکتب میانه معلمه من، معلمه صعبگل، اعضای کروژوگ میشی در مکتب ها، همون بسیار تر مرا برام اعضای کروژوگ مقصد نام مینویس میومد ای درس ها مرا مقصد اجازه میگرفت و جواب میگرفت، میرفتیم مقصد نوروزی مقصد دیگر جشنوی همین میرفتید بغیر از فضای مکتب به دیگر جا؟ دوره مکتبی ده نه. اولین بار در صحنه بزرگ که مثلا در اونجا تقریبا 500-600 نفر تماشابین بود کی برآمد کردید؟ اولین بار در صحنه بزرگ راستی گپ خوشبختانه در جشن استقلالیت با اشتراک پیشوای معظم ملت در شهر دوشنبه با همراهی فردوس هاشیموف و خدایداد رحیم علی یک سرودی وطن را سراییدیم. هر وقتی که صحنه میبره تجربه بیشتر میشود و انسان فکر میکنم خودش رو بازم آزادتر حس میکنه. بله بله. در نزد مردم. بله در کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان همین قرش مقصد خوب است که دانشجوها همین هفته ای نیست که مقصد یک کنسرتی صنفی کنسرتی مقصد چی نشود صحنه میبرارن، نطقی صحنه میخونیم اونجا صحنه میبرارن که مقصد همین ترس آزادی صحنه رو احساس کنه. بله بله. وقتی که انسان در صحنه آزاد است فکر میکنم که باز هم صمیمیت‌تر باز هم زیباتر میشه. خب تشکر زیاد و من حضوری هر دوی شما رو بار دیگر با برنامه فضا خیر مقدم میگویم، بگذار که این جاده شما رو به قله‌های مراد برساند، این راهی که پیشه کردید و بتوانید که در این سمت خدمت‌های ارزنده برای خلق ملت کرده باشید. بار دیگر خوش آمدید و آهسته آهسته به فرجام برنامه فضا هم رسیدیم. امیدوار هستیم که باز هم با ترانه‌های تازه شما سر همین سفره می‌نشینیم، صحبت می‌کنیم. بله. و باز هم با یک ترانه جذاب برنامه امروزه ما به اتمام میرسد. مرحمت. من در این دنیا برای یار دوستان زندم، با سمایی صافی خوشیدی درخشان زندم.